قدرمنو لیدونکو د لایف ګزارشونو په لړ کې هره ورځ موږ سره زموږ د خپرونې ګزارشګر ښاغلی عیسی محمد قلمیار لایف ګزارشونه شریکوي او نن هم د کابل ښار یو سړی راغلی او موږ سره به خپل ګزارش شریکوي. قلمیار صاحب سلامونه مې ومنه، هیله من یم چې جوړ روغ وي. تاسو ته سهار په خیر وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. کمال صاحب زه تاسې او ټولو درنو هیوادوالو ته مینه او سلامونه وایم په دې هیله چې نن به مو هم له خوشحالۍ او سوکالۍ له عبادته ډک یو سهار پیل کړی وي. ډېره مننه قلمیار صاحب، تاسو هم په چارو کې بریا وي، خدای وکړي چې جوړ روغ وئ د ټولو همکارانو سره. قلمیار صاحب چیرته یې او نننی ګزارش مو په کومه برخه کې وي؟ کمال صاحب زموږ ګزارشونه متفاوت وي. وروسته له ډېره وخته څخه زه یو دیني مدرسې ته راغلم. دیني مدرسې که د کوچنیوالي په لحاظ باندې واوسیږي، که د ځای د ضعیفوالي په لحاظ واوسیږي، خو په معنوي لحاظ باندې ډېر لوړ ارزښت لري. زه غواړم دایمي دغسې مدرسو مکاتبو ته ورسم چې هغلته موږ هیوادوال تشویق کړو چې داسې درس دی په خپلو اولادونو باندې ووایو. دا خبره مې ځکه وکړه چې ځکه ښار ته ځم نو زیاتره وخت کوشش کوم کمال صاحب چې لږ له ډیکوریشنه جوړ ځای ته ورسم، خو بیا په مدارسو مکاتبو کې داسې ځای ته ځان رسوم چې هغلته د نورو څخه لږ ضعیفه وي، تر څو هیوادوال یا هغه د سیمې خلک را دعوت کړو چې په هغه خپله سیمه کې په اولادونو باندې دیني او عصري زده کړې وکړي. ډېر عالي، ډېر په زړه پورې، ډېر ښکلی. نو قلمیار صاحب ستاسو د کلي ګزارش په تمه یو او وبورو چې استادانو دلته عالمانو څنګه مدرسه جوړه کړې او څومره شاګردان لري. پر دواړو سترګو کمال صاحب که کوم سوال خبره وله انشاءالله تاسې مطرح کولی سئ. زه به هڅه وکړم چې اول خبرې له په تلاوت باندې راپایل کړم. دغلته یو کوچنی تنکی قاري صاحب دی، دوی به تلاوت راته کوي، بیا به انشاءالله چې نورو شاګردانو او مسؤلینو سره هم خبرې کوو. صبحتان بخیر. مهرباني یک تلاوت کوتاه کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. ماشاءالله، جزاک الله. و صبحتان بخیر. خوب است انشالله؟ انشالله. نامتان؟ سلیمان. سلیمان. چقدر وقت میشه در این مدرسه دیگه درس میخونی؟ قریب از 2 ماه میشه دیگه. 2 ماه میشه؟ بله. خب مکتب هم باز میخونی؟ بله. صنف چندم هستی؟ صنف 6. ماشاءالله. اینجا دیگه بعد از مکتب اول مدرسه میایی، بعد از مدرسه مکتب میری، یا اول مکتب میری بعد از مکتب مدرسه میایی؟ نه اول من مدرسه میرم بعد مکتب میرم. ماشاءالله. اول گل صبح مدرسه میایی، بعد از او بخیر مکتب میری. بله. علاقه به قرآن شریف خواندن دیگه داری، خاطر ازی میایی نه؟ بله. چطور است وضعیت قاری صاحبات دیگه چطور است؟ خوب است. خوب رویه میکنه؟ بله. درس براتون صحیح میتونه؟ خوب با دقت. خب ماشاءالله. یک شاگرد چی خوبی داشته باشه، یعنی در سیم باید کدام کارا رو پیش ببره تا که استاد ازرده نشود؟ باید استاد که هر چیزی که میگه که مثلا که با ادب باشین، مثلا که بشینین چادرون خوب بشینین در مقابل قرآن شریف، مثلا کلا بانید سرتون، لباسای با نظم بپوشین و دستمال قرآن کریم نباید هیچ وقت گپ بزنین. نمینا کلش که چی میکنه استاد آزرده نمیکنه. بسیار عالی، بسیار عالی. یک گپای خوب میزنه. میگم در خانه ما تو آهسته و آرام گپ میزنی یا در خانه سر صدای همسایه میشنوه دیگه؟ نه خیر، نه با دیگه که کنیم با کلاگی ما رو میگن که یک انسان به شخصیت و بیادب. خب ماشاءالله دیگه جور آرام باشه. قاری صاحب بزرگوار خدا کنه که یک وقت بیایم امیل تابال دمی 2 ماه چند سپاره قرآن شریف خواندی دیگه؟ ما تقریبا 1 سپاره خوانده بودم. ماشاءالله. 1 سپاره خوانده بودی یا خواندی در اینجا؟ دمیجا خوانده بودم. در 2 ماه. ماشاءالله. باز در خانم قرآن شریف پس میخوانی نمیخوانی که امور یاد بگیری که چیزی که کدام جایی که همینجا خواندی او را در خانه باز یاد بگیری دیگه؟ همینجا
همینجا که بخونی باز در خانه انشالله این در خانه هم میخونم همیشه در خانه میخونم یک سپاره یا 2 سپاره میخونم. خب بسیار عالی ماشاءالله جور و سلامت باشی ماشاءالله قاری صاحب زیاد است آیسته آیسته کتی کلا خوب گپ نمیشه خب ولی ما کوشش میکنم کتی بازی ها را گپ بزنم آیسته آیسته میرم محمد همینجا او چی یک قاری خورترک است باشه سلام و کلام یاد داره نداره صبحتون بخیر خوب هستی نامتون محمد ماشاءالله چه یک نام زیبا چی میخونی قاعده میخونی قرآن شریف میخونی چی میخونی اینجا قاعده ماشاءالله چقدر وقت میشه اینجا میایی 4 ماه 4 ماه چی یک واسکت لوکس پوشیدی دیگه مکتب میری محمد یا تنها مدرسه میخونی مکتب میرم سیمپی چندم هستی صرف اول سیمپی اول در سیمپی اول باز چند نمره هستی اول نمره نکو دیگه در سیمپی دیگه شاگردان نیست تنها شما میشینی که اول نمره هستی چطور کلگیه چند شاگرد است امسی پیتان است در سیم 6 چند 6 وی چه قسم کلان است 6 شاگرد است در بینشان باز خود تا اول نمره است خیلی اونا خواه می باشه به خاطر از خودت اول نمره می باشی یا چطور یا خواه نمی باشه خواه می باشه کدام جای خواندی امیال بخوان برای ما یا داری همه جایی که خواندی خود تو بخوان دیگه بسم الله بگو الف ب ت ث ج ح خ دال ذال را ذ سین شین صاد ضاد الف قاف لام میم دال ذال بس اینی میخواه بس از دیگه باز نظر میشه ها دور و آرام باشه بخیر باشه در پالویشان یک شاگرد باز کلان است که تعظیم سلام و کلام میکنم صبحتان بخیر خوب است انشالله شکر بخیر نامتان عبدالنوید ما نوید خان میگیم نوید خان چقدر وقت میشه در این مدرسه دیگه درس میکنی تقریبا 1-2 ماه میشه 1-2 ماه کلگی نو آمده چطور دیگه آواز نو آمده نه ولی ما هر جایی که رفتیم صدای سیلور ندیده بودیم که تو آهسته آهسته کلگی تون گپ میزنی کمی که بلند گپ میزنی ما گوشه ما کار است دیگه صحیح چند سپاره تا بالی خواندی قرآن شریف 1 سپاره باز تصمیم داره که انشالله می 30 سپاره را کلگی بخونه دیگه بله آبا خب می استادا چطور است برخوردشون چه رقمی است نیت داری که همینجا کلگی قرآن شریف بخونی یا دیگه رفته نیستی کدام جای نه همینجا نیت دارم کجا بخونم بخیر خب باز مکتبو میخونی چندم هستی صنف 11 صنف 11 این خوبه یک سال مانده دیگه مکتب از پیشت فارغ میشه دیگه بخیر نه خب گفتم خودت از مکتب فارغ میشه یا مکتب از پیشت فارغ میشه ما از مکتب فارغ این میشم تو دیگه بیشتر گپ نگرفتی دیگه بعضی شاگردا هست که مکتب ازشون فارغ میشه نه بعضی شاگردا هست از مکتب فارغ میشه ما از مکتب فارغ میشیم تو از مکتب فارغ میشه باز در مکتب کدام مضامین بسیار خوش داری همه گیشه نه همه که امکان نداره بعضی مضامین است یا ریاضی چقدر سخت است دیگه دری و پشتو بیولوژی خب دری و پشتو بیولوژی با این مضامین خوبش است به نظر خودت باز کمک پشتو ما ازشون یاد گرفتید در سیم 11 که رسیدید یا تانوز هیچ سلام کلامو یاد نگرفتیم کم یاد گرفتیم چقدر یاد گرفتی یک 20% یاد دارم 20% 80%ش مونده تو در سیم 11 رسیدی تا بال 20% زبان پشتو را یاد گرفتی خود دیگه ناجوانی است که درس خواندن والا اساس یاد میگیریم خب اساس یاد گرفتی خب عالی یک پیام اصلاحی با همه جوانا که درس نمیخونه تو با پشتو هم پیام برشان بگو پشتو گفتن نمیتون نه سایکو عالی خب ما بخی مکتب با دری نخوانم ولی دری میگم خیر است دیگه هغه ځوانان وایي چې درس نه وایي په کوڅو کې بې ځایه ګرځي بې ځایه انډیوالان انتخابوي غلط ملګري انتخابوي هغوی ته پیغام دا ده چې خپلو والدینو خبره ومني او درسونه ووایي صحیح شد جور و سلامت باشه قاری صاحب زرگار بخیر باشه صبحتان بخیر خوب است انشالله شکر لنگی زدی کار نیک کردی مگه قرآن شریف نیست که تان چرا قرآن شریف اینجا مونده خب شریک هستی دیگه شریک هستی یا همینجا ماندگی خب ماشاءالله نامتان مسلم ماشاءالله مسلم جان باز چقدر وقت میشه در این مدرسه درس میخونی خودت 5 ماه میشه 5 ماه چند سپاره در 5 ماه خواندی 4 سپاره ماشاءالله این دیگه این میگه شاگرد اصلی نه یک سپاره که دیگه میخوندی کمک سر دماغ فشار می آورد باز 5 سپاره در 5 ماه 5 سپاره
خوبش میشد یعنی تا اینده خو انشالله کوشش میکنه که ماهانه یک ماهانه یک سپاره رو بخونه دیگه. بله. خب تا چه اندازه مهم است که جوانای نو در پالوی درسای عصری قرآن شریف و دیگه مضامین دینی رو بخونه؟ بله. مهم است؟ مهم است. چقدر مهم است؟ زیاد مهم است. بله. خب لنگی رو همیشه تنها بسته میکنه یا در مکتب لنگی رو بسته میکنه دیگه؟ نه دمیجه بسته میکنم. خب در مکتب میری؟ صنف چندم هستی؟ صنف 8. ماشاءالله. باز وجه دیگه تنها کلاه سپیده؟ خب این خورترک بچه امکتان است؟ بله. بیادرت میشه؟ وی ماشاءالله. نام خود گفته میتونه چطور دیگه؟ میتونم. یا بدیل است؟ میتونم. صبحتان بخیر. صبح شما بخیر. وی ماشاءالله. اینی خواستو کرده والا دیگه بخی لایق است. مو اول میترسیدم گفتم نشوه که بخیم تو بند بانه. نامیتان؟ لقمان حکیم. لقمان حکیم؟ خب پس زنده شده یا چطور؟ اما لقمان حکیم صاحب است یا دیگه لقمان است؟ لقمان؟ وی ماشاءالله. چند سال است که لقمان جان؟ من 5 ساله. طرف کامرا سعی نداره، سعی نمیکنه به خاطر قرضدار هستی از دکاندارا یا چطور؟ نه. قرضدار نیستی؟ 5 سال هستی؟ ماشاءالله. مکتب هم میخوانی؟ سمپی چندم هستی؟ سمپی 9. وی عمرشان 5 ساله در سمپی. خو این رقم چی رقمی خواندی که تو در 5 ساله هستی در سمپی 9 هستی؟ این چی رقمی گپ هستی؟ 5 ساله دیگه. خودت 5 ساله هستی؟ بیادرت چند سال است؟ بیادرم. اینی می بیادره؟ این بیادرم نیست. خب چی یک گپای تا بالا ولا میزنه ولا این یک جالب است که خودت 5 اونو بیادرت است. خب خودت 5 سال هستی و مکتب تا سمت 9 خواندی. چقدر سان تو خواندی دیگه؟ ما خیلی قبل از آمد خواندم دیگه. کدام مضامین در مکتب خوشت میآید؟ طرف خواب رفتی؟ خواب هستی یا بیدار؟ ماشاءالله. چای صبح خوردی یا نه؟ چی خوردی صبح؟ چای. تنها چای خوردی؟ چای خشک خوردی یا چای پخته شده؟ چای پخته شده. خب نوش جانت بخیر باشی، جور باشی. پایده رو نوردی تو دیگه چی میخوانی در این مدرسه؟ امو تو آمدی؟ این خود جای ساتری نیست که تو امو تو آمدی وی؟ ساتری نمیکنه. ساتری میکنه؟ خب ساتری خیلی نمیکنه. آفرین، جور آرام باشه، تشکر، بخیر باشه. اما پامیلا خدا خیرش بده که اولاد خود پیش از درس خواندن هم با جای علمی با جای اکادمیک روان میکنه تا که اوجا عادت شوه، که همه شاگردا عادت شوه که ایجا چی میکنه، چی میخوانه، روششان چه رقمی است. اینا دیگه لقمان جان آمده بوده در گل صبح میگه ما درس نمیخونیم اما تو میایم. خودشان گفته که ما 5 سال هستیم و در سمت 9 دیگه درس میخوانه. خوب است دیگه، کاش ما تو میخواندم دیگه. میرم اما تو آیسته آیسته که استادایشان صحبت میکنم. اینجا خب ما بیشترم یاد کردیم که شاگردان ماشاءالله زیاد است، ولی ما کوشش میکنیم که بعضی ها را صحبت کنم نمونه‌ای. اینا که همه کار شده، اگه بازم نیاز شده انشالله باز کتشان صحبت میکنم. صبحتان بخیر. خوب است انشالله. صبحتان بخیر. فارس صبح بخیر. خوب است انشالله. خوب است انشالله. ما کجا بشینیم؟ شما خب ماشاءالله کلگی هم تو تایت و رایت ششتی، خیلی ما همیشه میشینیم. صحیح است انشالله. ماشاءالله چه شاگردای خوب داشته کاری صاحب والا دیگه. والا شکر است که اینمیا من درس میخوانند، باز علاقمندی به قرآن شریف نشان میتن. اگه خرد است کلان است کلشان همیشه من به خاطر از اینکه رشد قرآن کریم شوه و قرآن کریم بخوانن یاد بگیرن دیگه. تعداد زیاف دیگهش از یک تایم ماست که از تایم صبح است و در دیگه تایم ما شاگردای مختلف داریم، اما تو به تعداد زیاف هستند که من فعلا همی یک تایم شما که آمدین میبینین. خب بخیر سلامت باشه. جای افتخار است. ما بیشترم برای همکار خود گفتم مکانی که هر قدر از لحاظ چیز ضعیف معلوم میشه ولی جای بسیار بزرگ است. جامعه ما و شما مسلمان هستیم. خوب است که در هر فامیل همی قرآن شریف خواندن و قرآن شریف وظیفه کردن دیگه عادت شود، چرا که خیلی مهم است دیگه در دنیا دیگه برکت میاد دیگه. بله
چون اولاد جامعه که تربیه میشه تربیه اسلامی باید بگیره و آینده درخشان باید داشته باشه و خدمت به دین رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باید بتانه بکنه. کوشش نهایی فامیلا باید امی باشه که اولاد خود در جامعه و مکانهای مقدس که در اوجه تربیه اسلامی باشه در اوجه روان کنن و همچنان هدف کلی همه فامیل ها امی باشه که اول از ابتدا باید به شکل درست و به شکل سالم تربیه سالم برای اولاد خود یعنی به شکل اسلامی باید باشه، نباید که انواع مختلف و تربیه های مختلف دیگه را بگیرن دیگه. کاری چند شاگرد همیجا دیگه درس میخونه و در پالوی قرآن شریف دیگه کدام مضامین برشون تدریس میشه؟ در مجموع از تایمی که ما شروع میکنیم مثلا تایم صبح الا تایم شام تقریبا در 200-200 نفر شاگرد روبرو هستیم و تربیه کرده هستیم و درس داده هستیم دیگه. اینمیا از همچنان از طبقه اوناس هم داریم که مدرسه میخوانن قرآن شریف میخوانن اون تربیهشان و بله استادایشان هم اوناس هستن. از طبقه اوناس هم اوناس پیش میبره، ذکور پیش میبره دیگه. مختلف مضامین دیگه که مانند کامپیوتر و مانند فیزیک و کیمیا و ریاضی همچنان لسان انگلیسی خوشنویسی همین چیزایی که لازم است برای ابتدا و تا انتها را دیگه همین چیزا را ما در ایجاد پلان خودم داریم و تطبیق هم کرده هستیم، شاگردا را تربیت کرده هستیم. خب چقدر مهم است برای والدین بازم اگر ما بگوییم که تا چی اندازه مهم است که اولادایشون در خانه و در کوچه به جای نگرده همیجا بیایه، خودتون چی پیام برشان میتی که تا چی اندازه مهم است که همیجا بیایه بعد از مکتب بعد از نان خوردن یا بعد از این تایمی که خالی داشته باشه که همیجا دیگه یک چیز حتما دیگه اینجا خوانده میشه که هیچ بیشتر که خورترک بچه که آمده بینه گفت ما هیچ دیگه چی نمیخوانم ولی میایه. تا چه اندازه مهم است که امی والدین اولاد خود با یه فکر جور کنه که اگر درس میخونه نمیخونه هر قدر خورد باشه کلام باشه که بره در جایا بره دیگه. پیام مهمی است به تمام والدین که در ساحه ما هستند یعنی فامیل هایی که در منطقه ما زندگی میکنن. البته ساحه کارتی مامورین خوشحال خان و طرف نزدیکی که ما موقعیت ما در مرکزیت کارتی مامورین است در اینجا پیام ما بر از اینایی میشه که حتما 100% ما بدون کدام اخذ فیس شاگردا را میپذیریم به خاطر رشد دین اسلام و به خاطر تربیت سالم و دیگه ای که اولادایی که تمام روز در پارک و در کوچه هستن جمع شوند اینا دیگه از کوچه و از چیزا چیز جور نمیشه. لطفاً از تمام فامیل ها میخوایم که کلشان دیگه طرف نقاط مختلف علمی یعنی به هدف رشد دین ما شما باید کار کنن. بسیار پیام کلان است و با ارزش است دیگه. تا چند از مهم است که ما یک مدرسه یک مکتب خصوصی که میریم که او کیفیت خود در نظر بگیرد؟ بله این کیفیت باید توسط مدیریت مکتب یا کورس یا نهاد علمی باید توسط مدیریتش باید شوه. به خاطر از بدون از اینکه حتی لحن تیزم در کورس ما در مدرسه ما اجازه نیست که با شاگرد شوه و دیگه بسیار مهم است که کیفیت روزمره چک شود. روزمره از طرف استادا و از طرف مدیریت باید به شاگرد در جریان گذاشته شود. اگر در غفلت شود باز شاگردا پسمان میشن درس خود ادامه دادن نمیتونه. شیرین است دیگه. ما هم از با نمایندگی مدرسه تون از والدین محترم میخوایم که شاگردای خود روان کنه. با یک گپ بسیار نیکی که از شما شنیدیم که یعنی کسایی که پیس نداره زورش نمیرسه فکر کو که رایگان برشان درس داده میشه. بله توسط قاریای ما و توسط حفاظی که ما داریم چی از طبقه اوناست چی از طبقه ذکور به طور رایگان بر از اینا پیشکش میکنیم، چرا که حال ما خود ما میفهمیم گرچه وضعیت خوب است بسیار خوب است کل مردم مصروف کار خود هستند، امنیت مکملا تامین است.
اینیا یک کم ذره طور به گمراهی اولاد میپردازه. اگرچه فامیل ها باید کوشش کنه که اینیا به گمراهی نرن، اینیا به جای نهاد علمی برن، چی مساجد است، چی مکاتب است، چی همه نهادهای علمی در خدمت اولاد از کشور است دیگه. بنابراین باید همگی طرف نهادهای علمی اولاد خود تشویق کنند و بسیار مهم است، 100% مهم است که هر فرد در فامیل خود از قرآن شریف از اولاد خود پرسان کنه، بفهمانه پدرها مادرها مسئولیت داره در قبال از اینها. به این خاطر دیگه لازم است برای والدین گرامی که اولاد خود از 100% تعقیب به خاطر پیشبرد علمی دین، البته شرط اولش همی است که مسلمان باشن دیگه، دین پیش ببرن، بعد از او دیگه مضامین دیگه هم تطبیق میشه دیگه. تعقیب کنن اولاد خود که باید چی چیزها را مطالعه کنن. تشکر. خداوند خیرت بده کاری صاحب، دمی کار نیکتان خدا هم برکت برده دیگه، جور و آرام باشه. ما امروز خواستم احوال تا بگیریم و هم بسیار پیامای نیک از پیش شما شنیدم. جور و آرام باشه. تشکر از شما همچنان و زحمت‌هایتان هم دیگه قابل قدر است. تا اینجا آمدین بسیار زیاد تشکر. باز هم تشکر میکنم از کسایی که تا اینجا به زحمت کردن. شریف الله بیا زموږ د کور یو نازولی ده، هغسې موږ ډېر وخت کوشش کړی ده چې مکتب ته او مدرسې ته پر خپل وخت باندې ولاړ سي. شریف الله ستړی نه سي؟ ښه انشاءالله. راغلی بانې مانې خو به نه وي؟ ښه، خو کله کاري صاحب هم پوښتنه کړې وای راغلی نه وي بیا به خبره ورانه ونه. راغلی انشاءالله. ښه، ته دوستانو ته فقط دومره ووایه چې څونه وخت کېږي خپله دې مدرسې ته له ډېره لرې ځایه راځي او څو سپارې قرآن شریف درته ویلی؟ ما خو بسم الله الرحمن الرحیم ما تقریبا یو کال کېږي چې راغلی یم او قرآن شریف یې خلاص کړی اوس حفظ کې یم او انشاءالله خدای حفظ وایم. ماشاءالله. قرآن شریف یعنې په دې یو کال کې تا ویلی ده؟ ښه، ما بیا داسې ویل ما داسې نه په کور کې موږ ته وایه چې ویلی مې ده او ویلی دې نه نو اوس خو د کاري صاحب تر مخ وویلی؟ لا ومې ویل. ښه، او څنګه ده د درس وضعیت یې څنګه ده؟ صحیح درس درته وایي؟ او صحیح درس راته وایي. د یو شاګرد دپاره په کور کې د قرآن شریف یا د درس تکرار څونه مهم ده نو؟ 100% مهم دی او خپل درسو ته کوشش وکړو چې خپل درسونه ووایي. ماشاءالله، جوړ اوسئ، آفرین. کمال صاحب دا اوس زموږ نننی گزارش، زموږ هدف دا ده چې لکه څنګه چې کاري صاحب یادونه وکړه چې والدین خپل اولادونه اول په دیني فکر باندې وروزي، له هغه وروسته که بیا عصري زده کړې ورباندې کوي هم بهتره به وي. نو هغه دا ده چې موږ دغه ته دې سیمې ته رالو ومې غوښتله چې د دوی سره هم احوال واخلو او همې خبرې وکړو. هغه والدین چې لا هم د غفلت په خوب باندې ودي د خپل بچیان نه لیږي، زموږ به هیله او تمنا دا وي چې ما خپل ځان په آینده کې ځینې ازاروي او ما خپل هغه همسایه بهتره به دا وي چې هغوی یې نږدې علمي مراکزو ته ولیږي، هغه که دیني وي که عصري واوسیږي، تر څو یې آینده روښانه واوسیږي. ډېره مننه قلمیار صاحب، تاسو ته په چاره کې بریاوې او دا ګلالي ښکلي ماشومان او ګلان د الله پاک همدغسې ګړندي لري تر څو په راتلونکي د افغانستان ته د خدمت جوګه وشي. له تاسو مننه چې دوی ته ورغلی د دوی احوال مو واخیست.